این فیلم دوباره از تهیه بود از پسرم راد و پسرم رایان که بعداً با اونا آشنا خواهید شد. و حالا می‌خواستیم چند کلمه با مادر شوهرم ژیلا فرهادی صحبت کنیم که این کتاب رو خوانده بودن و می‌خوایم چند کلمه صحبت کنیم. تموم شد. خب حالا پدر بزرگ شما چطور شد تصمیم گرفت که دکتر بشه؟ برای اینکه وقتی که بچه بود آبله مرغون گرفت و بعد در جوانی حصبه و سرمازدگی گرفت و در این طول مدت حکیمای مختلفی به او داروهای گیاهی دادن و از همون اول خیلی همیشه به درمان علاقه داشت. در ضمن خیلی ورزش میکرد، قوی بود و به زورخانه میرفت و تغذیه سالم داشت و عقیده داشت که هر روز باید حمام کنید و خیلی تمیز باشید که بتونید عمر طولانی داشته باشید. خب خیلی خوب بوده. چه شخصیتی داشتن؟ شما متوجه هستی؟ البته من 9 سال داشتم که فوت شدن پدر بزرگم، ولی خب خاطراتی دارم از ایشون که خیلی مرد نیرومند، مرد قوی و مرد با احترامی بودن. وقتی خوشحال بودن صدای خنده بلندشان در تمام خونه میپیچید، ولی وقتی که عصبانی بودند شدت خشونتشون خونه رو میلرزوند. همیشه اونو به رستم در داستان شاهنامه مقایسه میکردن، ولی خیلی خاکی بود و با اینی که رشته پزشکی خونده بود و موفق بود، واقعا با هیچ از این دنیا آمد و با هیچ هم از این دنیا رفت. و نصیحتش به خانواده‌اش این بود که باید سعی خودتون رو بکنین، پشت کار داشته باشین و دنبال هدفتون برین. بله. و ما همیشه اسم ابوالقاسم بختیار در منزل ما گفته میشد. چه خوب. حالا بچه‌هاشون کجا هستن، فرزندانشون؟ از فرزندانشون 4 تا پزشک شدن، 3 تا نقاش شدن، یه پرستار هستن و یه نویسنده. و بعضی از فرزندانشون در آمریکا زندگی میکنن، با آمریکایی ازدواج کردن. بعضی از فرزندانشون در ایران هستن و با ایرانی ازدواج کردن. 4 تا از فرزندانشون هم فوت کردن و در وقتی که پدر بزرگم فوت کردن 23 تا نوه داشتن، ولی از وقتی که رفتن خانواده گسترش ایجاد کرده و الان از دکتر بختیار امروز 43 تا نوه هست. از این 17 فرزند 43 تا نوه هست با 45 تا نتیجه و یه دونه نبیره. ماشاءالله ماشاءالله. حالا از خانمش هلن یکم بگو برامون. چی میدونی ازشون؟ بله، و چون که امریکایی بودم میتونم یه قسمتی براتون به انگلیسی بگم. Helen fell in love with Iran and learned to speak Farsi. And she volunteered to come back to Iran with the .4 program of President Truman. She volunteered because she said, I know the language, I know the country, I know the culture, I should go back to Iran and help. And she went to the villages and she helped to teach them about health and vaccinations and how to pasteurize milk. She would drive with a Jeep in the dirt, and it was very fascinating for her to be in the mountains. She also accompanied the tribes when they did their annual migration. و با اینی که هلن بختیار 33 سال کوچکتر از شوهرشون بودن، فقط 2 سال بعد از ایشون فوت کردن و به خواسته ایشون گفته بودن که من میخوام در توس خاک بشم. در توس خاک بشم. بله، و جزو اولین آمریکایی‌هایی هستن که در توس خاک شدن و هنوز به دیدار ایشون بعضیا میرن. شنیدم راجع بهشون که میرن سر خاک خانم هلن. بله، و به خاطر اینی که خیلی به روستایی‌ها کمک کردن، یکی از سلسله کوههای زرد کوه را به نام ایشان کوه هلن گذاشتن. خیلی جالبه. بله. حالا شما که این کتاب خوندین، شما چه برداشتی دارین از پدر بزرگه؟ حالا خیلی بر من جالب بود که اینقدر پشت کار داشته باشن که به اون هدفی که میخوان واقعا برسن. ولی چیزی که برام تعجب آور بود این بود که چرا اینقدر علاقه داشتن به اینکه بچه بیارن. خیلی زیاده 17 تا بچه. البته خب خوشبختانه بازم ایشون خیلی تلاش کردن و تونستن که بچه‌هاشون همه موفق و همه تحصیل کرده. من اینجور که شنیدم خانم لاله بختیار مادر شما در سن 50 سالگی شروع کردن به دکتراشون گرفتن. بله. خب اینا همه بالاخره یه ارث و میراثی است که از پدر به بچه‌هاشون میرسه. حتما لازم نیست که مادیات باشه. درسته. بله. همین معنویاتش خیلی مهمه بر من. بله. و نتیجه خیلی خوبی گرفتم که همه کس میتونه در هر سنی تلاش کنه به اون هدفی که میخواد برسه. درسته.
به هر حال دیگه حالا اگر کسی بخواد این کتاب تهیه بکنه باید چیکار بکنه؟ چجوری از کجا تهیه بکنه؟ بله، برای اطلاعات بیشتر و برای کسب این کتاب یه شماره تلفن پخش شده. این شماره تلفن در شیکاگو هست در آمریکا، 773 267 7001. مثل اینکه در تصویر نوشته 777 ولی 773 اریا کد شیکاگو هست. و در ضمن یه وبسایت ایجاد شده www.bakhtiyar.org که میتونین با این وبسایت تماس بگیرید و از همونجا میتونین کتابو سفارش بدین. یا میتونین کتاب انگلیسی رو سفارش بدین یا کتاب فارسی رو سفارش بدین. در ضمن یه کتابی هم راجع به خود هلن نوشته شده که شبیه و مثل زوج کتاب ابوالقاسمه. می‌بینین که دو تا کتابه، یکی کتاب هلن، یکی کتاب ابوالقاسم و اینا رو فقط میتونن از اون شماره تلفن. این کتابا رو با کمک خاله هام دکتر لیلی بختیار، شیرین بختیار و داییم جمشید بختیار و مادرم لاله بختیار همه با همکاری کردن که این کتابا رو بنویسن و از تمام فامیل عکس جمع کردن. نامه حدود 3000 تا نامه بود که جمع کردن تا اینکه تونستن داستان زندگی ابوالقاسم رو تشریح بکنن برای مردم. خب برای آخرین سوال ببینم تو زندگی خودت چه تأثیری گذاشته این سرگذشت پدر بزرگ؟ بله، با اینکه خیلی کوچیک بودن وقتی ایشون فوت کردن، خیلی همیشه صحبت ایشون بود و واقعا هر دفعه داستانشون میشنیدیم قوت قلب ما میداد و همیشه فکر میکردیم که باید سخت به دنبال هدفمون بریم. تازگی با خانواده‌ام به جزیره الیس آیلند نیویورک رفتیم و اونجا تو موزه الیس آیلند دنبال اسم ابوالقاسم بختیار گشتیم که سال 1919 آمریکایی به نیویورک آمدن و اسمشون رو پیدا کردیم تو کامپیوتر. باز هم با کمک پسرام ماشاءالله به این جوان‌ها کمک کردن، اسم ابوالقاسم پیدا کردیم. در ضمن رو دیوار توی نیویورک که اسم همه اسامی کسایی که از خارج آمدن نوشته، اسم ایشون هم اونجا هست، ابوالقاسم بختیار. و واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم چه سختی هایی که اینا اون زمان تحمل کردن که خودشون رو به آمریکا برسونن که برای نسل بعدی آینده خوبی ایجاد بکنن. و میخواستم از پسرام خواهش کنم که بیان که از اونام تشکر کنم چون در ساختن این برنامه و این فیلم خیلی کمک کردن. پسرم راد و پسرم رایان که میشن نتیجه های دکتر بختیار. خیلی ایشون هم داستان رو یاد گرفتن و بچه هم دارن به دنبال هدفشون میرن و ما واقعا زندگیمون رو مدیون پدر بزرگم هستیم و کوشش ایشون و امیدوارم که زندگی او الگویی باشه برای همه جوانان ایرانی، برای همه ایرانی‌ها، چه جوان چه پیر فرق نمی‌کنه. خیلی عالیه. ممنون. این هم برنامه‌ای که برای شما تهیه کردیم از کتاب دکتر ابوالقاسم بختیار. مرسی. خواهش می‌کنم. مرسی.